تحولاتی که در قاره اروپا روی داد موجب کشیده شدن میدان رقابت کشورهای اروپایی به دیگر قاره‌ها به ویژه آسیا شد. یکی از سرزمین‌هایی که اهمیت زیادی برای دولت‌های اروپایی داشت هندوستان بود. در جریان رقابت اروپایی‌ها برای تسلط بر هندوستان، سرزمین‌های مجاوران به عنوان مقابر دسترسی بر آن سرزمین اهمیت ویژه یافتند. از این نواحی بلوچستان بسیار مهم بود. انگلیسی‌ها که توانسته بودند دست دیگر رقیبان خود را از هندوستان کوتاه نمایند، تصمیم گرفتند برای امنیت بخشیدن به سرحدات آن منطقه حایلی در مرزهای شمال غربی تشکیل دهند و از این زمان سیاست انگلیس در بلوچستان آغاز شد. در بلوچستان شرقی در سده 16 میلادی براهوی‌ها حکومتی را در کلات تشکیل داده و میر احمد خان را حکمفرمای آزاد آن سامان تلقی کرده بودند. او با گشودن نواحی مستون، سبی، کچی، شلکود یا کویته کنونی حکمرانی خود را گسترش داده بود. جانشین وی میر عبدالله خان آنات کلات را گسترش بیشتری داد. او حکام کلهاری سند را شکست داده و مکران و شروک را تحت سلطه خود درآورد. در بلوچستان غربی بهرام خان بارکزئی با کنار زدن سید خان بر بخش اعظم بلوچستان مرکزی و جنوبی فرمان می‌راند. در این دوره در بلوچستان شمالی یا سرحد حکومت ملوک و طوایفی خوانین بلوچ رو به زوال نهاده بود و چند تن از بزرگترین مبارزان بلوچ از جمله جیهند خان و نور محمد خان که نقش عمده‌ای در سرکوبی نیروهای مهاجم انگلیسی بازی کرده بودند با اشاره دولت انگلیس دستگیر و تبعید شده بودند. از این رو دولت مرکزی در ناحیه سرحد با مشکل چندانی مواجه نبود، چه بسیاری از طوایف بلوچ در سرحد رابطه دوستانه‌ای با دولت مرکزی داشتند. پس از درگذشت میر بهرام خان در سال 1299 هجری شمسی میردوست محمد خان جانشین وی شد. حکومت میردوست محمد خان روز به روز مقتدرتر و سازمان یافته‌تر میشد و با اتحاد تمام مناطق بلوچستان به سوی خود مختاری حرکت میکرد. رضا شاه در سال 1307 هجری شمسی دستور حمله به بلوچستان غربی را داد با پشتیبانی مستقیم و مشورت انگلیسی ها و به کارگیری حداکثر قوا، یعنی قشون مستقر در کرمان، قشون خراسان و قشون بیرجند بر سرزمین بلوچستان هجوم آوردند. فرماندهی لشکریان را امان الله جهانبانی به عهده داشت. حمله لشکریان به فرماندهی امان الله جهانبانی یک روز که به شکار می روند، حاجی شکر رند که اسلحه شکاری در دستش بوده به طرف مأمور محافظ شلیک می کند و مأمور در جا به قتل می رسد. دوست محمد خان و همراهانش بلافاصله سوار اتومبیل می شوند و به سمت سمنان به راه می افتند تا خود را به افغانستان برسانند. دوست محمد خان تصمیم گرفته بود تا در افغانستان با جمع‌آوری نیرو به بلوچستان برگشته و با مبارزه چریکی نیروهای رضا شاه را از بلوچستان بیرون براند. نرسیده به حدود سمنان، اتومبیل جیپ شکاری آنها بنزین تمام می‌کند و توسط یک روستایی به دام مأمورین می‌افتند. بعد از دستگیری و پیش از بازجویی یک افسر از جانب رضا شاه نزد دوست محمد خان می‌آید و می‌گوید شاه می‌داند شما مقصر نیستید و قتل به دست یکی از افراد شما اتفاق افتاده و به دوست محمد خان می‌فهماند تا هنگام بازجویی خود را بیگناه بداند. ولی دوست محمد خان غیرتش اجازه نمی‌دهد قتل را به نام حاجی شکر بکند. به فرستاده می‌گوید سلام مرا به شاه برسانید و بگویید همراهان من بیگناهند. مأمور را من به قتل رساندم. پس از مدت کوتاهی جلسه محاکمه تشکیل می شود و دوست محمد خان همراه حاجی شکر رند محکوم به اعدام می شوند. امیر دوست محمد خان و حاجی شکر رند در دی ماه سال 1308 شمسی در میدان توپخانه تهران به دار آویخته می شوند. بخشی از مذاکرات حکومت کلات با انگلیس ها وکیل خان کلات بود با همراهی استعمارگران انگلیسی سیاستی مخرب و برنامه‌ای فاجعه آور در مورد مردم بلوچ و سرزمین بلوچستان داشت. Baluchistan, the great province which now forms part of Pakistan, gave a loyal welcome to Mr. Jinnah, the Governor-General, on his recent 4-day tour. Arriving in Sibi, the winter capital, the leader of the Muslim state explained his plans for the welfare of Baluchistan, the start of a new era for all the peoples of the province.
Many difficulties remained to be solved, and during his stay, Mr. Jinnah was able to discuss some of these at a conference of tribal chiefs. This assembly controls the destiny of millions in the province, and its help will be essential to the future welfare of a huge territory.